شما هر ماشین‌های گرانبها سوار نشدید پول ماشینتون برای کمبغالات یا شما مثلا کنسرت برپا نکنید کنسرت پولش گرفت مردم تقسیم کنید که مردم که شما بگید که قربان نکن پول قربان تقسیم کنید عمره نرو پول عمره تقسیم کنید حج نرو پول حج تقسیم در اطراف خانه خدا نه در خانه کمبغالات طواف کنید اینو نه پروای خانه کمبغال دارد نه پروای طواف خانه خدا داره نه پروای طواف خانه کمبغال دارد خودش یعنی بی‌نوا فقط این کلی برای نمازخوان و مسلمان و حاجی هاست مثلا فقط وقتی آخر یعنی سوال بسیار شده است میگن که چرا همه قربانی پولش برای کمبغالات تقسیم نمیکنن چرا پول عمره برای بیوه و بیچاره و فقیر اونو تقسیم نمیکنن یعنی سوالای بینی به اصطلاح میگن که سوالایی که مینه‌دار است معنیشه یعنی که خیلی طرف میکنه ما وقتی میبینیم فقیر و بی‌نوا بیچاره چیزی نو نیست در عصر ما از عصر پیامبرم بود این چیز لیکن پیامبر اونجا گفتن که شما هم کارتون فقط فقیرای از قبول شد ببینید وقتی این چیزها رو میگن بسیارتر این سوالها برای خاطر تشویش در ذهن مردم ایجاد کردن و در ذهن مردم خلل ایجاد کردن است نسبت عبادت برای چی میاد شما دو عبادت قیاس میکنه اصلا یعنی عبادت کمک به کمبغل و عبادت قربانی هرشون عبادت است تو به کدام دلیل نشه ازش بالاتر میدونیم یا عمره مثلا ببین انسانی که عمره میرن اصلا عمره همون آدمیه که دلش پر از ایمان است دلش سرشار از ایمان است و آماده است که هزارها دلار صرف کند خصوصا در رمضان رود و آدم خانه‌ها از پیش فقیرا است و آدم خانه‌ها زکاتش برای فقیرا میده با عمد گفتن که تو با پول عمرت هم برای فقیرات این یک نمون مردم از گویم که عبادت‌ها و به زهد دعوت زهد یعنی که زهد معنی بدیش اینجا دعوت کردن بس ما مثلا سوالی متقابل برای نوتی که مردم که شما بگید که قربان نکن پول قربان تقسیم کن عمره نرو پول عمره تقسیم کن حج نرو پول حج تقسیم کن خب سوال میتیم شما مثلا بگم که خیلی شما هر هفته گوشت نخرید و پول گوشت رو برای فقیرها تقسیم کنید شما هر هفته ماشین‌های گرانبها سوار نشدید و پول ماشینتون برای کمبغالات یا شما مثلا کنسرت برپا نکنید و کنسرت پولش گرفت مردم تقسیم کنید یا پارک میرن پول صرف میکنن اونا رو به مردم کمبغال صرف کنن چرا فقط باید که دیندارا صرف کنن چرا فقط باید آدمی که حج عمره میره پولش برای فقیر داده شود و انسانی که قربانی میکنه انسانی که تایلند میره چی انسانی که برای اندونزی دمگیری میره انسانی که میره کریبسکی استراوا دم میگیره یا چی چرا برای اونا نمیگه که شما پلاتون اول فقیرایت اونجا نروید یا عبارت دارم من که طواف در اطراف دلی بنده کن نه طواف در اطراف خانه خدا کن طواف در اطراف بنده دلی بنده که فقیر کردن بهتر از طواف کردن در اطراف خانه خدا این هم یک اصطلاح یک میگیم که جمله است که جمله معنیدار است می نشه در نشب یعنی اصلا همه آدمایی که همین چیز دعوت میکنن برام که در دلی مردم طواف کنید در اطراف خانه خدا نه در خانه کمبغلا طواف کنید اینو نه پروای خانه کمبغل دارد نه پروای طواف خانه خدا داره نه پروای طواف خانه کمبغل دارد خودش لیکن برای دیگران ماشاءالله استاد معلم میگه این کارو کن این کارو نکن برای این چیزها فقط میآیند مقایسه فقط مقایسه کردن بین عبادت‌ها ما هم خیلی میتونیم مقایسه کنیم این حوض مثالی که زدیم یعنی غرض از این همون مردم از عبادت‌های چیز دور کردن است که اینا شعائر اسلام مثلا حج شعیره اسلام میخوان که همین شعیره اسلام در بین مردم کاهش تیان نمبر میخوان که پولش تقسیم شد برای مثلا بی‌نوا یعنی بی‌نوا فقط این کلی برای نمازخوان و مسلمان و حاجی هاست مثلا فقط دیگه قشرهای جامعه چی نقش اونا چی است در قبال بیچاره و بیوای بیچاره مثلا سناتور میرن دمگیری هر سال میرن بهارستان میرن زمرد میرن اونجا خواجه آب گرم است اونجا نرو کمبغل پولته پولی سناتور بهارستان تو برای کمبغلته پولی سناتور خواجه آب گرم میگه برای کمبغلته چرا فقط عمره چرا فقط قربانی چرا فقط حج چرا یعنی سوال پیدا میشه تو ذهن ما خلاصه این است که ما عبادت‌های زیادی داریم بازم تاکید شد میگه از زمان پیغمبر کمبغل بیچاره بی‌نوا تا حال از زمان آدم علیه السلام کمبغل بیچاره بود لیکن هیچ وقت یک عبادت از یک عبادت ترجیح نمیداره اینش فقط اینو کنید دیگراش کن هر چی جای خودش داره بازم میگم که از همه دستکشاترین همین بنده مسلمان‌ها هستن خود یعنی بنابراین من یک جد من یک نوارم اشاره کردم که اینو میدونن که فقط همین چیز از دست انسان دیندار و مسلمان بیاد فقط برای کلی مسلمان بار میکنن همین چون میدونن که خودشون پروا ندارن